میگویند که کلالگری یکی از هنرهای قدیمی مردم تاجیک است که در همه دور و زمان تاریخی وجود داشت. حتی در زمانهای قدیم در هر روستا کوزه‌گران بودند و مردم بیشتر با همین ظرف‌های مثلا کلالی کارهای خود را انجام میدادند. با گذشت ایام به زمان معاصر رسیدیم و امروز ظرف‌های گوناگون هستند، یعنی کارخانه‌های گوناگون هستند که ظرف‌های مختلف از هر گونه محصولات میبرند، ولی تا حال هستند موضع‌هایی که به کلالگری مشغول هستند، یعنی ظرف‌های زیبا میبرند و ما به کارخانه ارمغان آمدیم. اینجا نیز همین گونه کوزه‌ها و هر گونه ظرف‌های گلی آماده میکنند و دوستان عزیز در رفت برنامه به شما نشان خواهیم داد. و دوستان عزیز در برنامه امروز ما رو یک نفر هنرمند همین کارگاه شمس خدایداد همراهی میکنند. درود بر شما، خوب هستید؟ خوب است. تشکر. مرحمت به کارخانه ما. خب بفرمایید. رفتیم. ما می‌خواستیم امروز شما همین روندی آماده ساختنی مثلا همین ارمغان ها را برای ما نشان دهید. من فکر میکنم که جایی که ما وارد گشتیم کارخانه اول است، یعنی اتاق اولی است که زینه های ابتدایی کار در اینجا شروع می شود. خب میتوانید به ما اینجا رو معرفی کنید که اینجا چی هست و چی کارها در اینجا انجام میدید؟ ما در سیخ کلالگری حاضر داریم. خب اینمون اول از شروع میکنیم از لای تیار کنی. اینجا است. اینجا ما با لای شورک اول من این لای را که 24 ساعت اول در این قطی تر میکنیم. بعد 24 ساعت بعد دوباره میشورید. دوباره میشوریم. من این جامو میشوره تیار میکنه شوریدن گیر. این دستگاهی مخصوص است. یعنی این لایه چقدر آمیختگی میدهد؟ این لایه آمیخته میکنیم بعد از غلبور میگذرونیم. لایه رو از غلبور میگذارید. با چه خاطر؟ خب میتوانید به ما همون غلبور رو نشان بدید؟ من از این غلبور ما میگذرونیم. من حاضر همین جامو میگذرونم از حساب استاسیون که میشه برای یگان در ترکیب همین اگان ریگ های یگان چیزی نباشه که محصولات ما رو ویران میکنه. این باید تازه باشه. یعنی که یک لای خالصی که بدون هیچ یک قم سنگ و دیگر مثلا گل هایی که میتواند خلل وارد کنه هنگام کار کردن. خب در اونجا لای رو از غلبار گذرونید، یعنی که لای تازه رو گرفتید. خب بعد از غلبار ما که چی کردیم ما با دو طریق کار میکنیم. من یکی به طریق لپکه بعد به طریق من این قلاب لیتیوم میگن اینا قلاب بوده. ما لایقه را گرفته قلاب میریزیم. بعد ما من گرفته در فرمو لایقه را میریزیم. بعد خیلی وقتی گرمی باشه در یک شبانه روز با دو شبانه روز ما من خیلی لایه سخت‌تر میکنیم. من در قلاب من میریخته من خیلی میشه. بعد ما این رو گرفته استفاده میبریم. همین را؟ من اجازه است؟ گیل را. ببینید همون گیلی که اونجا هست خیلی مثلا تنوک است، یعنی به مثل آب است. چگونه این سخت میشود این گونه؟ این ما مخصوص من قلابور است از گیپس کردگی است. خب همین در همین میریزیم. خب خشک میشود خودش. این نمناکی را میکشد. این تیز خشک و سخت میشود. این قلاب‌هایی هستند که از اینا تبلک میسازین، کوزه درست میکنید. خب این قلاب‌ها همش ما تبلک کوزه. خب چی من همین کدام خواهشی دارد همین. یعنی اول قلاب را درست میکنید بعد شکل کوزه را. یک چیز عجیب است برای من، مثلا چگونه داخل همین سوراخ میشود داخل همین قلاب‌ها؟ ما در این ما شیلکی را میریزیم مثلا مدتی 1.5 ساعت 2 ساعت بعد ما اینا گشته خالی میکنیم. این موندگی همین خالی میشد بلکه این که قلاب گیپس است همینه در ترکیبش میقپد. یعنی که قسمتی بالاییش معینش در ترکیب خود میگیره و لایه‌هایی که اینجا هستن با میگیریم با در دیگرش استفاده میبریم. خب عجیب. و این قلاب شما کار میکنید اینجا در داخل چی میریزید در این شونی را یعنی هر کارچه است چیزی ترزی لیتیوم. خب یعنی این گونه باید محکم باشن با هم زیج باشن.
ها اینا با این خاطر مثلا لوی روی در اون نبرویل. یعنی لوی خیلی باریکی هست میتواند بیرون بریاد. عجیب عجیب. باز بغیر مثلا بازیچه ها و مثلا کوزه و تبلک باز چی ها شما درست میکنید اینجا؟ میزوجونو چی خویش کنن ما میکنیم. مثلا ما هسته که گلشنونک میکنم. یعنی کوزه هایی که برای شیناندن گل. خب اینجا اگر اجازه باشد این چیز ها؟ بله. قلبی برای گلشنونک این. بله. حجم 1 لیتر. در همین گونه مثلا ظرف ها شیناندن گل از آنه که مثلا در ظرف های پلاستیکی گل میشنونند چه تفاوت دارد به فکر شما؟ این طبیعی است نه؟ این فرقی کلان دارد. در این افزایش گل تیز میشه. برای که مردم خارجی همین موقع از همین از لوی بودن گلشنونک رو میپرسند. یعنی در این افزایش و رشد گل ها بهتر می شود چون طبیعی است. بیننده عزیز از لوی از همین گلی تاجیکستان آماده می شود و خوبتر است که در همین گونه ظرف ها گل ها را پرورش کنیم. آنها رشدشان تیزتر می شود. تشکر. خب باز چیکار ها میکنید بعد از آنه که مثلا در قالب ها درست کردید؟ اینجا می بینم که یک مثلا تنوری کلون است و بیننده از بسامش می‌رسونه که اینجا خیلی گرم است. هرچند که بیرون حرارت سرد است ولی داخل این کارگاه گرم است به خاطر همین تنور. این تنور را برای مثلا گرم کردن ظرف‌ها در اینجا گذاشته. محصولات رو من تیار کردم. من پای فاطمه لطفی که اینا رو توزیع میکنم با ما خوش میکنیم بعد در تنور میپزیم و اینا. خب میتونید نشان دهید که چیکار میکنید؟ چی خیلی میپزونید؟ این تنور آیا در دارد؟ این از کجا است؟ میتونم که من این ایجاش درش. آها. ما میکنیم بعد یک خولی میکنیم. یعنی اینجا در است اینا به خاطر محکم کردید که کوزه در داخل حرارت بیرون نشود. بیرون نباید. ما به همین صبح نیازی گرمه اون را شده نمیتونیم. بله در حالتی ولی در داخل این ظرف گذاشته چند تا ظرف میبرد؟ این می‌دارید مثلا 100 نموده است. 100 تا 150 ما تولک بر کردیم. تولک کلان میده. خب بعد در چند مدت باید این نگاه داشته شود در داخل این؟ چند حرارتش باید چند گرادس باشه؟ در مدت 2 سوتگی همین 2 شبانه روز. 2 شبانه روز مدت 45 48 ساعت ما همین نگاه می‌دارید. بعد این تیار میشه. ظرفی تیار میشه. بعد میتواند که مستحکم باشه. برای که به این صبح در این خوراک میپزنم. بله. برای خوراک گفتید. من یک چیز برای من جالب است که امروز ها بعضی غذاها رو در داخل همین گونه ظرف‌ها میگذارن در بعضی و امروز مثلا زیاد استفاده می شود همین گونه کوزه ها در داخل این بعضی غذاها رو میگذارن و میشکنن بعد این را برای استفاده یک بار است. یک بار است. کوزه برای یک بار است. بعد هست دیگه نمود کوزه داریم و برای سوپیتی میپزن و خیلی چند مدت و این کمتر از این مایده تر است. بله و استفادهش طولانی تر است. خب عجیب. و عجیب این است که امروز همین گونه کوزه ها در میان مردم استفاده می شوند و همچون یک مثلا ظرف های آرایشی نیستند دیگه. هرچند که یک مدت اینا همچون یک آرایش بودن. همین گونه هنر کم مثلا توقف کرده بود، کم بودن ولی امروز ها ببینیم که رشد کرده است و دوباره همین گونه کارگاه ها هستند که با استحصالی همین گونه ظرف های قدیمه ملت ما دست میزنند. استاد داریم. خب استاد شما که استاد ما بود شادوان شاگرد استاد در نظر فاضل حسین شادوان گذاشت. بعد من استاد محمود که در هست در دانشگاه دیزاینری درس می‌دهد استاد است. یعنی از همین گونه مکتب ها گذاشته. خب عجیب. خب باز میتوانید نمونه های دیگری که الکی مثلا از قالب برآورده برای ما نشون دهید؟ این نمودی من لالی که برای من همین کوزه در خوراک میپزن در این میگیرن. در این از این استعمال بکنن از داخل. استعمال میکنن. عجیب. و اینا تبلک هستن؟ یا تبلک هم برای
همین شکل کوزه ها را در داخل این میگذارید. یعنی اینا الان که قالبشون تیار است، بعد در داخل تنور به مدت مثلا 2 شبانه روز اینا گرم میشوند، مستحکم میشوند. بعد آب را نمیگذارونن. گلها چگونه گلها است؟ این فقط یک گیره، این گیره ما از نوحه ورزاب دیگه خرنگان دسترس میکنیم. این گلی مخصوص است، گلی سرخ. ما همین گیره میبریم استفاده میبریم، تمام کار نکنیم دیگه. یکم چی ایلوه نمیکنیم. بله، عجیب است. اینا تبلک هستن، اینا هم از آن کوزه ها و این گلدم؟ این چیزا این من این گلشینونه که بله، گلدان است. عجیب، نه در حجم بزرگتر. بعد اینو ما اوروش میتیم ده یورم. می توانیم قسمت دیگر رو ببینیم. مثلا اونجا یک اتاق دیگر است که کارهای دیگر انجام داده می شود. خب بفرمایید رفتیم. اینجا اتاق دوم است. اینجا چیکار میکنن؟ ما در اینجا محصولات را تیار میکنیم. وقتی که محصولات را تیار کردیم از قالب میگیریم، من سفته میکنید. ساخته میکنم. یوسف فاطمه سالی و لطفیه یا کار میکنن. من سفته میکنن، درست میکنن. من اورویش میتیم. یعنی مثلا وقتی که از قالب همین ظرف رو بیرون میکنن، همین گونه مثلا قسم های چی دارد؟ قسم هایی که نادرکار هستن، این رو باید که تازه کنن، بگیرن، سفته تر شود. همین گونه. خب باز چی کار میکنن اینجا؟ اینجا بود میشوین. وقتی که ششتن، بعد اینو بعد ششتن گرفته من اینجا داریم خشک میکنیم. بعد خشک کردن بعد به تنور میگذاریم. بعد خشک کردن در کار میذاره. خب اینجا چی کار میکنید؟ اینجا من یک کلمه خیلی تریلکه تیار میکنیم که شکلی هم خیلی تریلکه تیار میکنیم. در درون این قالبی من همین ما اینا تیار میکنیم. همین. یعنی همین قالب رو میگیرن؟ عجیب. از کرد استفاده میبریم؟ از کرد استفاده میبریم. من اینا تازه میکنیم. زیوتیش هم میگیریم. بعد قسمی زیوتیش بعد کجایی که لای لازم است مثلا این سوراخی ها با اینجا پر میکنیم. خیلی گشته چی میکنیم؟ پر میکنیم. عجیب. عموما در یک روز چند تا هم گونه ظرف ساخته میتونیم؟ ما 10 دانه. 10 دانه ظرفی. همین گونه ظرف ها؟ عموما در یک روز چقدر کار میکنیم؟ مثلا چقدر ظرف؟ 10 تا ظرف، 10 تا کوزش، مثلا 10 تا طاوله هر نمودش ده. یعنی همین قدر امکان است. حجمیت. بله. عجیب. همین ما میگیریم همین قالب. چگونه چسبان است این؟ این میسته 15 قالب خودش سر میتید. سر میتید بله. من خیلی میگیریم، من بعد از قالب خیلی میگیریم. خودش الان جدا میشه ده؟ جدا میشه. فهمم. این نمود همین لالی تیارش کی نمود. یه زدیم از قالب گرفتیم. بعد ما تقریدیم رو گرفته. برای که خودش لالی تیار. کارکرد دارد؟ کارکرد دارد. بعد سفته کردن در کار. اینو 2 نفر میکنن یا شستشو میکنن، بعد این تیار میشه. بعد که خشک کرده بعد اینو به تنور میگذارن. بله عجیب است. خب اینجا بگذارید که خشک شوند. در چند مدت اینا خشک میشوند؟ البته این کوزه است که تیار است. در چند روز خشک میشوند؟ یعنی حرارت خونه را میبینید، هوا را میبینید. گرم باشه 2 روز در 3 روز. بعد از این در تنور میگذارید. بعد در تنور. این خیلی البته اینا خام هستند. بعدی که تنور گذاشتیم مثلا در مدت 2 شبانه روز البته این پخته میشود دیگر برای استفاده. چند لیتر مثلا آب در داخل اینجا میشود؟ 1.5 لیتر است. عجیب. خیلی زیبا است. خب اینجا شما این ظرف رو سفته کرده هستید؟ سفته کرده هستم. شما از کجا آموختید این هنر رو؟ من وقتی که در زواد کار در اومدم
شاگردی یک زن شده و این کار انداختم. این کارخانه در کجا بود؟ این کارخانه در زواد لکرنگ برای شهر دوشنبه بود. من در همونجا کار کردم. از کدام سال؟ از سالهای 80 من کار کرده آمدم. از سال 80. حالا که متخصص همین سوها هستی. شاگرد تیار کردید یا نفر؟ البته چند تا کلام کردم. شاگرد تیار کردم. دوست می‌دارید همین کسب را؟ البته. عجیب. باز چگونه ظرف‌ها می‌سازید؟ باز چی کارها می‌کنید در اینجا؟ اینها رو سفته میکنم با تولک ها رو با گل میکشم. گل. بعدی که از مثلا از پیش تنور. از تنور موندن. پیش از تنور. آها. یعنی که در فقط تولک. در تنه همین گونه ظرف‌ها، تبلک وقتی که همین گونه خشک شد یعنی در نظر گل میکشید. با چگونه رنگ است اون میکشید؟ باید خاک سفید، از خاک سفید. از خاک سفید. چی میکنیم؟ با یگان چی آمیزش میدید برای آب در آب؟ آب ترک میکنیم تیار میشه. حالا که وقتی که با خاک سفید نمیکشید معلوم است که در تنش است. بعد از پخته رسیچی همیشه معلوم است. یعنی همه چیز طبیعی است این را. بله. بله. تشکر زیاد. خب میتوانید اون ظرفایی که اونجا هستن برای ما نشون دهید و شرح دهید؟ نمونه‌های دیگه این محصولات من در اینجاست. خب اینجا خرد و بزرگ هستن. اینا که خشک شدن الان خشک من این تاولکی سیرید نیمو با اینش در روزینه شما تابلک‌ها رو درخواست میکنن از یگان مکتب موسیقی از کجای ما درخواست میکنن ما معمولا درخواست رو اجرا میکنیم. مردم هم زیاد شوق دارن به همین گونه ظرف‌ها برای تابلک. من بسیار است. بله. خب تشکر زیاد. بیاد قسمت دیگر میریم. اونجا تمام چیزایی هست که الان آماده شده هستن. خب بیاد میریم. بفرمایید. خب و نهایت کار در اینجا انجام می‌یابد. نمونه‌های تمامی کاری شما در همین اتاق گذاشته می‌شود. خب از مثلا این گونه ارمغان‌ها شروع کرده. دوستان عزیز مثلا همین گونه ارمغان‌ها، بازیچه‌ها و قول در اینجا ساخته می‌شود و نمونه است. این رنگ و بار همین رو در تنور می‌کشید. تنور می‌پزیم. بعد از تنور گرفته آرایش می‌دیم. آرایش می‌دیم. نقاشان می‌گیرن آرایش می‌دیم. ما نقاش داریم یکی در دیگر جا انتخاب داریم. داریم نقاش هم داریم. همش ما خودمون می‌کنیم. یعنی همش در همین داخل همین کارگاه انجام داده می‌شود. خب یک چیز برای من جالب است. اینجا نمونه‌های گوناگونی تبلک‌ها هستن. بخشید. تبلک‌ها هستن. ولی الان حالا چی ندارن. یعنی پوست نیست. پوست رو در کجا؟ پوست این همون خیلی خوشمندون همین چی میکنن؟ یعنی برای شما قالبشون از شما قالب درخواست میکنن. باید پوستشون خودشون. بله. موافق ذوق و طبعشون. بله. و این گونه ظرف‌های خیلی زیبایی هست. این ظرف‌ها. این قالبش در همه جای این کارو رو کرده. بعد برای من جالب است که تا جایی که میدونم میگویند که با همین کارگاه شما خارجی‌ها زیاد میان از مثلا کشورهای مختلف و همین گونه چیزا درخواست میکنن. اصلا برای اونها چی جالب است از اینجا؟ آیا خواهش من میبینم همون خواهش میکنن که گوشیونه آیا گوشیونه میگیرن نمیخیر بیرنگ یعنی نمیخوان که طبیعی باشه. رنگ و بار قدر نمیخوان. و این گونه ارمغان‌ها بازیچه‌ها نیز برای آنها پسند است. بله. من فکر میکنم که نه تنها برای یک نفر خارجی نفری که از بیرون میاد برای هر نفر مردم کشور نیز پسند است. چون جالب است که در خانه‌های خود از این گونه چیزا داشته باشی و خانه‌های ما را میگونه مثلا ارمغان‌ها میگونه چیزهایی که مثلا ارزش‌های ملی دارن آرادی هست. خب عموما همین کارگاه شما از کی کار رو شروع کرد و چه مرحله ها رو پس سر کردید؟ 8 سال که من در این کارخانه ارمغان کار میکنم که پیش این کارخانه فعالیت میکرد. کارخانه بزرگ بود. همین هیکلچه‌ها تیار میکردن. خیلی دوره شوروی در روزی وقتی از 8 سال شد که اینجوری ما در اینجا کار میکنیم. خط کلاهگری میکنیم.
من همین محصولات رو تیار میکنیم. من تمام نمودی در بالا گفتن که این رنگ ها از خاک سفید است، رنگ ها که مثلا آرایش ها که گل کشه این هم از رنگ های طبیعی است. همین از خوک است. همین رنگ ها از خوک هم از خوک است. این هم از خوک است. کولک همش از خوکی طبیعی است. طبیعی نمودوی سبز داره، زرد داره. بله. مانند این مثلا اینجا چند نوع رنگ هست، یعنی این همش رنگ های خوکی هستن، از خوکی از خوک است، از پیلمینو تیار میشن اینا. عجیب. و این شکل ها رو نیز خودتان این گونه درست میکنید، شکل های آرایشی دارن. بله عجیب هستن و یک یعنی این چیزها نیز خیلی جالب هستن، وابسته به مثلا بزرگداشت شهرها و این چنین چیزها آماده میکنه. زیاد درخواست میکنن مثلا قلعه ایثار است. قلعه ایثار رو درخواست میکنین از طریق که هست مگنیت. بسیار مگنیت درخواست، یعنی بسیار مگنیت از بسیار شنونده خودمون به خارج سفر میکنن، از همین رو 4 تا 5 تا میگیرن توفه میبرن. مثلا این چیزا واقعا حجمشون مایده. این نقاشی است نه؟ اینا چی میگن؟ کنده واقعا خیلی جالب است و ترغیب هنر، ترغیب فرهنگ، ترغیب مدنیت تاجیکی با واسطه میگونه ظرف ها، با واسطه میگونه ارمغان ها در کشورهای خارجی خیلی مفید است، چون ما یک ظرف میبریم، در اون ظرف هم صنعت نقاشی است، هم صنعت کلاهگری هست و واقعا بیننده از دیدن این گونه چیزها لذت خواهد. تاجیکستان. بله. تشکر به شما که در این برنامه ما رو همراهی کردید و اطراف فعالیت خود، اطراف کارهای ایجادی خود برای ما قصه کردید و دوستان عزیز با همین برنامه امروز میگویند که حسنی انجام بخشم. خیر تا دیدار دیگر.